عدالت و اطمینان الهی در مهلت دادن به شیطان به نام خداوند بخشنده و مهربان. چون خداوند متعال به شیطان رخصت وسوسه می دهد، نه از ناتوانی است بل از عدالت است و از حکمت آزمون. جهان به گفتار قرآن میدان امتحان است، نه صحنه جبر و قهر. در آزمون راستین آزادگی شرط است که اجبار فضیلت را باطل کند. اگر ایمان به اکراه بود، دل همچون آینه تنها بازتاب نور بود، نه جذب کننده آن برای شکوفایی روح. از این رو دو نغمه در یک عالم طنین اندازد، ندای حق و ندای باطل، تا صدق و اخلاص از نفاق جدا گردد. بدان که این آزادی شیطان تأیید باطل نیست، بلکه نشان انصاف الهی است. خداوند در کمال قدرت خویشتن‌داری می کند، نه از ضعف بل از اطمینان به حقیقت خویش و عدالت داوری خویش. خصم را فرو نمی کوبد، بلکه به سخن گفتنش مهلت می دهد که حقیقت نگهبان نمی طلبد، خود آشکارگر خویش است. و فرموده است جل جلاله: ان کید الشیطان کان ضعیفا. نیرنگ شیطان سست است، سست نه از بانگ و برد بل از جوهر، که او بر خیال و فریب تکیه دارد و حقیقت قائم به ذات است و از وجود خویش نیرو گیرد. به چشم بشر سلطه او بزرگ می نماید، زمزمه اش در کاخ قدرت و زر و صنعت و رسانه می پیچد، اما قوتش وام گرفته است، نه خالق است نه قائم. او بر میل و ترس ما می زید و پادشاهیش آینه است و نمایش، که چون سراب در نگاه پرشکوه است و در حقیقت پوچ. هر امپراتوری که بر فریب بنا شد از درون فرو ریخت. فرعونان و قیصران و معماران فساد امروزیان همه به زانو افتادند. نیرنگ شیطان تا آنگاه می پاید که انسانها جان در آن می دمند و چون دلها بیدار شوند قصر او فرو می ریزد. پس چیرگی او از غفلت ماست، نه از قدرت خویش. عدالت فرصت. خداوند به عدل خویش فرصت برابر می دهد، حتی بر باطل، زیرا عدالت اقتضا دارد که میدان اختیار برای هر دو سو باز باشد. اگر شر از آغاز خاموش می گشت، نیکی معنا نمی داشت. عدالت در آن است که هر دو راه آشکار گردد تا وجدان انسان آزادانه برگزیند. خداوند با عقل و ذکر و دلیل می‌خواند و شیطان با جلوه دنیا و زینت زر و قدرت و شهرت. یکی به وجدان ندا می‌دهد، دیگری به هوس و بیم. یکی وعده می‌دهد آنچه تنها او تواند داد، دیگری وعده می‌دهد آنچه هرگز در توان او نیست. این دو ندا میدان اختیار را می‌سازند. برابری در آزادی است، نه در وزن حقیقت. حکمت فرصت دادن به باطل آن است که اگر خدا هر دروغی را خاموش می‌کرد، انسان هیچگاه تمیز نمی‌آموخت. باطل باید آشکار گردد تا ناتوانیش عیان شود. از این رو تاریخ پر است از برخاستن و فرو ریختن نظام‌های فریب و دروغ. هر سقوط گواهی است بر ظهور حق. بدی باید دیده شود تا داوری گردد و در این آشکارگی حکمت الهی نهفته است. انسان به سبب زیستن در میان دروغ‌ها محکوم نیست، بل به سبب پاسخ او به آن دروغ‌ها و انتخابی که در میان آنها می کند. آن که حقیقت را بی اجبار برگزیند، آزادی فرشتگان را باز می آفریند و آنچه تکبر شکست،
او ترمیم می کند. زیبایی انسان از اختیار است، نه از جبر. و این است ماهیت ایمان، پیوندی آگاهانه و داوطلبانه با حقیقت مطلق. اطمینان پادشاه ستمگر برای قدرت پای رقیب می شکند، اما پادشاه حقیقی خصم را به سخن گفتن مهلت می دهد، زیرا از هیچ نمی هراسد. او می داند که نورش سایه ها را تنها با تابیدن می زداید. فرموده است: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیات خویش را در افقها و در جانشان به آنان نشان خواهیم داد تا روشن شود که آن حق است. این سخن پادشاه بیمناک نیست، بل آرامش نوری است که چون بتابد ظلمت فرو می ریزد. اجازه سخن گفتن به شیطان نشانه ضعف نیست، بل تجلی عدالت است، فرصتی برابر برای گزینش. اما حقیقت یگانه و سنگین. آنگاه که انسان نه از ترس و نه از جبر، بل از شناخت و بصیرت حق را برگزیند، روح او هدف آفرینش را تحقق می بخشد. از این رو آزمون زندگی مقدس است، زیرا در جهانی که باطل نیز سخن می گوید، حقیقت هرگز خاموش نمی شود و در این توازن دعوت و اختیار، عدالت و اطمینان الهی به زیباترین وجه می درخشد.